ما دوباره اومدیم یه دونه دیگه از این بستنی ها رو گرفتیم. پکیجینگش البته این آخرین بستنیه که ما میخوایم بخوریم چون که قراره بریم توی رژیم. ایناش خیلی خوب رنگ و ایناش خیلی خوشگل. دوباره خورد. چیرز. من اینو از انبه بیشتر دوست داشتم. آره. یه حالت یک کمی ترش داره تهش. بافتش مثل این چیزکیک ژاپنی هست. چون نفر سومی نیست قراره یکی رو نصفی بستنی بخوریم. چقدر بافتش نازه میکنی که مثلا یه چیز خیلی نرمه مثل موچیه انقدر که بافتش خوشگله ولی واقعا سفته. روش اینطوریه لایه اینطوری داره.